این شیرینی مربایی های خوشگل که به شیرینی آلمانی، مشهدی یا عسلی هم معروفه، یکی از شیرینی های سنتی عید نوروزه که درست کردنش خیلی آسونه. سلام دوستای مهربونم، به کانال گردو خیلی خوش اومدین. با من همراه باشید تا با همدیگه بپزیم. برای شروع به کره نرم پودر قند الک شده رو اضافه کنید و اول با لیستک کمی هم بزنید تا مخلوط بشن. بعد با دور تند همزن هم بزنید تا خامه‌ای بشه و حتما چند بار دور کاسه رو دورگیری کنید. بعد از گذشت حدوداً 5 دقیقه که هم زدین و خامه‌ای شد، مخلوط وانیل و زرده تخم مرغ رو اضافه کنید و هم بزنید تا مخلوط بشن و دوباره کاسه رو حتما دورگیری کنید. عسل یا شربت بار رو اضافه کنید و در حد مخلوط شدن هم بزنید. آرد رو طی 2 مرحله در مایع شیرینی الک کنید و با لیستک هم بزنید تا آرد جمع بشه. بعد با انگشتاتون خمیر رو جمع کنید. فقط خمیر برز نمیخواد که به روغن بیفته و در حدی که خمیر یک دست و لطیف بشه کافیه. و اگر خمیر جمع نشد یه قاشق غذاخوری شیر یا آب ولم رو کم کم اضافه کنید تا خمیر جمع بشه. بعد خمیر رو 1 ساعت داخل یخچال استراحت بدین. بعد استراحت مقداری از خمیر رو لای پلاستیک بذارید و با وردنه به ضخامت حدود 2 الی 3 میل باز کنید و با کاتر دلخواه کاتر بزنید. و من چون کاتر مخصوص شیرینی مربایی رو نداشتم، از کاتر ساده قلب و گل استفاده میکنم و نصف شیرینی ها رو با ماسوره روشون رو سوراخ میکنم. و شیرینی های کاتر زده رو با فاصله روی سینی که کاغذ روغنی انداختم میچینم. خمیرهای کاتر زده رو 10 دقیقه داخل یخچال بذاریم و بعد داخل فر از قبل گرم شده 10 الی 15 دقیقه بذارید تا بپزن.